السلام علیکم تماشابینان، امیدوار هستم که صحت و سلامت هستید. این شبکه شامگاه دوشنبه می باشد و من رستم مودگوربای می باشم. دوستان عزیز، امروزه برنامه اندیشه می باشد و آیدی موضوع استقلالیت نعمت بی‌بهاست. ما صحبت میکنیم. ای پیشوای ملت، ای رهنمای ملت، جانت و جان ملت، هستی چراغ ملت. باید شکرانه استقلالیت جمهوری تاجیکستان نمود که ما در چنین شهری آباد و زیبا زندگی میکنیم و شکر استقلالیت ملی کردن لازم است. سلام بینندگان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم در موضوع استقلالیت نعمتی بی‌بهاست با جوانان که در شام دوشنبه صحبت آزاد برپا نماییم. سلام و درود، شام بخیر. ما از کانال شامگاه دوشنبه در برنامه اندیشه در موضوع استقلالیت نعمتی بی‌بهاست به شما شام بخیر. می‌خواستیم فکر اندیشه شما رو نسبت استقلالیت خود را معرفی می‌کردیم. من از خود گفتم منشأ کسی دیگه یعنی که شما در ذهن این مفهوم استقلالیت چرا درک نمی‌کنید، چرا نمی‌فهمید، فکر عقیده خود را بیان می‌کردید؟ استقلالیت این خدا شد اصلا رشد بزرگ مقامی ما باید برسم استقلالیتی که شهر بودیو این میان رفته است با بودیوش نیستک بعد سلام و درود خودم را با سسکوزای استقلالیتی پیشوی ملت می‌رسیم. می‌رسونم که برای ما جوانان چنین شرایط‌های خوب رو فراهم از جوان از نوجوان دست می‌رسیم که شما یعنی در ذهن مفهوم استقلالیت چی را گشت بزرگ در فضای آباد. شما در 29 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و مردم کشور چه تمنا دارید؟ سلامت باشید شهروندان. و کل شهروندان جمهوری تاجیکستان گفتنیم که به قدر استقلالیت برسیم. استقلالیت نعمت بی‌بها است. چیزی که آزادانه می‌بریم جدا بی ترس بی یگان چه می‌گردیم باید به قدر همه این نعمت‌ها باید برسیم. تشکر. برای چنین یک صحبت صمیمی هر دشمن اظهار می‌کنید بیان می‌کنیم. بسیار خوشبخت باشید و اعلی آرزومندیم برای چنین یک صحبت شما بخیر. خواب برکت. تشکر و شما اینه که شام بسیار هم باطنمان را آرزومندیم. سلام درود، شما بخیر. ما از کانال شامگاه دوشنبه در برنامه اندیشه بخشیده و در موضوع استقلالیت نعمتی بی‌بهاست خود را معرفی می‌کردیم. یعنی که بسیار خوب. یعنی که شما در موضوع اطراف استقلالیت، یعنی در استقلالیت شما چرا می‌فهمید؟ یعنی که در این مفهوم چرا یعنی که درک می‌کنید؟ استقلالیت این یک نعمت بی‌بهاست. در استقلالیت آبادانی شده و 29 سال استقلالیت باغ‌ها و مکتب‌ها هم شده شوی باغ‌ها و مکتب‌ها آبادانی‌ها در گذشته شده و یعنی شما گفتنی هستید که در طول 29 سال استقلالیت وطن عزیز ما خیلی
و کامیابی نظرات نوید گرفته. بله خیلی البته این بسیار خوب است. یعنی شما هم که دانشجو و شهروندان جمهوری تاجیکستان چی گفتنی هستید؟ چی تمنا دارید برای مردمی از کشورم؟ من با کلی هموطنان خود تمنای خود رو دارم که همه وقت در خاندانش آبادی و شکرانه همه دولت دولت البته و قدر صلح آرامی رسند بار دیگر تبریک. یعنی شما گفتنی هستید که ما باید شکر انعامی دولت و دولتداری هم کنیم و شکر استقلالیت کنیم که امروز ما چنین آزادانه زندگی میکنیم. اظهار سپاس برای با ما بودن و شما نیز بار دیگر استقلالت جشن استقلالی سال 2000 تبریک تهنیت میگیم. شام بخیر. تشکر برای چنین صحبتی گرم و صمیمی. شما انداختیم و اکرامتون بسیار. شماتون بخیر باشید. بینندگان کانال شامگاه دوشنبه، همه تلاش‌های ما برای شماست. شما نیز ما را دستگیری کنید. پیشروی ما از دستگیری شما وابسته است.